سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم براتون آموزش بدیم چجوری از هر برنامه و هر پلتفرم که دلتون میخواد چند تا اکانت بسازید، مثل کال آف فوتبال، ایتا، واتساپ، هر چی که دلتون میخواد. بریم سراغ آموزش بدون معطلی. فقط لطفا دکمه لایک و ساب بزنید. بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. خب بچه، شما میاد داخل مارکت، میزنید مولتی پلیر، میاد پایین، میاد ساخت کلون اپلیکیشن، میزنید داخلش. من میزنم اجرا. خب من چون نصب کردم، فقط من الان نمیتونم اکانت بسازم چون من فوتبال ها قبلا ساخته بودم. الان فوتبال پاک کردم، چیز شده، برنامه قاطی کرده و الان من باید دوباره حذفش کنم، دوباره نصبش کنم. ولی شما که میخواید اکانت بسازید، اینو بزنید رو هر پلتفرمی که دلتون میخواد بزنید و اکانتتون ساخته میشه و میتونید برید داخلش. من الان بسازم داخلش که نمیتونم برم، ولی میبینید که ساخته شده. من چون گفتم دیگه دریش. و اینجوری آقا دیگه میتونید از هر برنامه‌ای که دلتون میخواد چند تا بسازید. عشقای منید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.